من فکر کنم گفتای ایشون بیشتر به خاطر مصرف داخلی باشه. ایشون میخوام بگن که تحریم‌ها هیچ گونه تأثیری نداشته و اوضاع به روال گذشته داره پیش میره. ولی اگر ما به آمار و ارقام نگاه کنیم، هم از سوی کارشناسان بی‌طرف و هم از سوی کشورهای وارد کننده، می‌بینیم که واقعا تولید ایران افت کرده و هم صادرات ایران. حالا چه اندازه صادرات ایران افت کرده مشخص نیست، به خاطر اینکه حدود 50 تا 60 میلیون بشکه از نفت ایران در دریاها شناوره و دنبال مشتری میگرده. به خاطر این نمیشه گفتش که واقعا صادرات ایران چقدر اومده پایین، مگر اینکه ما یا آمار دقیق بگیریم از دولت ایران یا اینکه از سوی کارشناسان که کشتی‌ها رو ردیابی میکنند آمار دقیق بگیریم که ببینیم چقدر اومده پایین، که این کار الان مشکله. در معاملات امروز صبح در لندن قیمت هر بشکه نفت برنت به $99 رسیده. این کاهش عرضه نفت ایران در بازار آیا ممکنه باعث بالا رفتن قیمت به حدی بشه که ایران بتونه مثل گذشته تحصیل درآمد ارزی بکنه به نظر شما؟ فکر نمی کنم، به خاطر اینکه میدونی وقتی که ایران تحریم شد یه شوکی به بازار وارد اومد و این شوک باعث شد که قیمت نفت از $100 بره تا حدود $126 برسه. ولی در ماه‌های اخیر میبینیم که قیمت نفت از $126 رسیده به 100 یا زیر 100 حتی. این میرسونه که کشورهای دیگر وارد بازار شدن و اون نفت ایران رو جایگزین کردن. یعنی در واقع میشه گفتش که الان تولید اضافی وجود داره در جهان، مخصوصا تولید اضافی از طرف عربستان در اوپک وجود داره که تونسته کمبود نفت ایران رو جبران کنه. بازار دیگه ترسی نداره که از اینکه عرضه کم باشه. در نتیجه من فکر میکنم که روند قیمت ها نزولی خواهد بود، هم به خاطر اینکه نفت زیادی در بازار وجود داره و هم اینکه وضع اقتصادی جهان خوب نیست، پویا نیست. الان تقاضا داره همیشه میره پایین، باران وحشتناکی الان گریبانگیر اروپا شده، مشکلاتی در آمریکا هستش و این باعث میشه که تضعیف تقاضا برای نفت همچنین ادامه داشته باشه. برای اینکه ایران بتونه بودجه خودش رو متوازن کنه قیمت هر بشکه نفت باید چند باشه و در همون حال برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قیمت مطلوب نفت باید چند باشه؟ برای ایران 100% باید حدود $110 باشه، چون بلند پروازانه است اون پیش‌بینی‌هایی که در بودجه ایران اومده. کشورهای عربی اگر قیمت نفت از $80 پایین‌تر بره نگران خواهند شد، ولی من فکر نمی‌کنم که به تندی وارد عمل بشن که بتونن قیمت نفت رو بالا ببرن از طریق کاهش تولیدشون و همه اینا در واقع الان مازاد بودجه دارن. در نتیجه حتی اگه قیمت نفت به $70 برسه فکر نمی‌کنم عربستان یهو بیاد خودش رو ببازه و به فکر چاره بیفته. و از طرف دیگه هم عربستان میخواد به ایران واقعا ضربه اقتصادی بزنه و هم ضربه سیاسی بزنه و از این طریق میخواد که ایران یک مقداری به قول خودشون گوشمالی بشه، یعنی درسی بیاموزه که بتونه سیاست‌های عربستان رو در دنبال بکنه در امور نفتی.